یو برابرش خوش اومدید به ویدیو جدید. با دوستان عزیز اومدیم که یک ویدیو تراینا تو لفت بگیریم و اینکه اگر من هر ویدیویی که بچه‌ها فرستادن تو اینستا رو بخندم میتونن من هر مجازاتی که دلشون میخواد بکنن. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. وایسا راستی لایک کامنت ساب فراموش نشه. بزن بریم. خوش اومدید به ویدیو خودتون و برا بچه عزیز با آقای محمد رضا و آقا امیر به افتخارشون. آقا مرزا دست بزن. دست بزن. خوش اومدید. خوش اومدید به ویدیو جدید. خیلی برایت خوش اومدید و قراره این داداشمون رو کاراشو بکنیم و برو بریم. نوکرم چاکرتونی. عشق رضا. چاکرم. باش سلام. بالا از ویدیو اول شروع کنیم ببینیم چه کس و شعر چیز. چه ویدیوی خوبی فرستادن و دلم برات میسوزه جدی میگم. نه نمیخندم من اوکی ام. آقا امیر شما که شنیدم میخوای اصلا منو مجازات نکنی درسته؟ یعنی من اینو شنیدم از بچه مادر اکسپلو رو یکی کردم. نه من تا ته میرم بالا اصلا همش هست نکن همش چیزه. خب بریم میریم از اولین ویدیو از آقا امیر شروع کنیم ببینیم که چی فرسته. آقا یه چیزی بچه‌ها لبخند حسابه یا نه؟ لبخند من ترن نه مثلا اینجوری لبخند حسابه. خب بعد ویدیو نمیتونی بخندی ها چون من تو رو میشناسم خیلی چیز سخت. بعد آره دیگه امیر تو سر ویدیو خودم صحبت کن منم سر ویدیو خودم دیگه. برو بریم. الان یا ویدیو آقا امیره. آقا امیر بریم. صحبت کنم چی بگم؟ هیچ کوچر چیز بریم دیگه یه چی بگو داش. برو این واسه ویدیو من فلان بهمان. برو بریم. خب بریم بسم الله الرحمن الرحیم. برو آقا ردیف. نخندیدم. داداش یه چه کو چرا تموم نمیشه؟ الان دهنت سرویسی چرا تموم؟ خدا رو شکر مرسی. آمین برای ویدیو بعدی. آیا میتوانید باور کنید چی؟ اگر به خدا اعتقاد داری بنویس. آجی قشنگ محتوای چیزه میگه گور خالف. آقا نه کامنت نذار لطفا مارزا جان. آقا نمیخوای بری ویدیو من؟ خب بیا آقا باید بذاری. امیر کامنت بذار باید بخنده. خب این ویدیو وای این خداست اون. وای آقا بزن نمیتونی مکس کنی. بزن چی یاد تو افتادم گربه. خیلی جلو خودمو گرفتم. خیلی گرفتم. من شیطان رجیم هستم آقا امیر. ببینیم چیه. من شیطان رجیم هستم. با الله گفتن نمیتونی آزارم بدی. من شیطان رجیم هستم. با الله گفتن نمیتونی. چیه فرستادی امیر دهنت سرویس. ببینیم چیه. منم میخوام. من شکلات میخوام. من شکلات چه کسکریه. آقا خندیدم. چه کسکریه. چه کسکریه. داداش اینو برام بازش کن.
آه خفه شو برو گم شو. خب آقا امیر میتونی ما رو مجازات کنی؟ ما خندیم داداش، ما رو مجازات کن قربونت برم. ببینم چی میخوای به ما مجازات بدی؟ مجازات ها؟ بله بله یه مجازات میتونی بدی، فقط چیزی باشه که بتونیم بذاریم تو ویدیو، یا نگو بیا اینجا لخ شو برقص. آره مجازات خوب به داداش بده. اصلا شنیدم میخوای مجازات نکنی قربونت برم. نه من شنیدم و بچه‌ها گفتن. آقا یه چیزی ها میتونید ببخشید، میتونید ببخشید. آره اگه دیدیم خیلی اذیت شد ببخشید. آره اولش ندی بابا الان اول حاجی 3 تا ویدیو دیدم خندم گرفت. این چرت و پرتا چیه فرستادید ناموسن؟ خب حالا بگو آقا ببینیم چی میخوای بگی آقا امیر. چه مجازاتی میخوای ما رو بکنی؟ یا ابوالفضل شیدم میخوای تخم مرغ خام بخوری ها؟ آخ من تو عمرم نخوردم بابا نکن. امیر چی بگم؟ من امیر هیچ خطرشو دارم. اگه امیر میشه مجازات دیگه برو که مجازات من بهش بگم. نه یکی بدتر از تخم مرغ خام. بابا اصلا حاجی این تخم مرغ خامو بکشید رو به خدا مسموم میشیم حاجی، به چخ میریم. نمیدونم بگید آقا چه همه خوردن چی شدن؟ باشه آقا باشه. من که ببین به یه ورمه بگو ببین نداره. بگو ببین نداره. برو یه پیک روغن بخور. روغن چی؟ روغن چی؟ روغن آره مهمه. روغن مایه. بابا روغن مایه حداقل روغن زیتون. روغن بابا روغن آقا کم انقدر بسه اگه روغن انقدر ببین یه پیک گفت دیگه همونقدر انقدر دیگه. خب چی؟ روغن زیتون چی؟ اگه میخوای روغن زیتون بخوری خب باید بهش فلفل بزنی بخوری. قبول حاجی. من روغن مایه رو نمیخورم، روغن زیتون رو میخورم. بذار برم بیارم پس وایسید. آقا این زیتون چی؟ برو آقا زیتون باباو نمیدونم بابو نمیدونم چی. آره آقا این زیتون ما یک پیک میریزیم. وای حاجی احمق روغن زیتون حالا زیتون آقا انقدر بسه. این به خدا این یعنی پهناس به ابوالفضل یعنی پهناس حاجی. خوبه آره خوبه بابا یزیدتون حاجی. این الان چرب میشه کل منافذم. آقا اینم نمک چقدر بریزم؟ بیا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا بیا خوبه. بابا توشو نگاه یزید. توشو نگاه میمیره حاجی خیلی چربه. نگاه کن چه اسیدی شد. آقا ما فلفل نداشتیم بچه‌ها بجاش نمک ریختیم. خب اینم نمک ریختیم تو این. سلامتی غم نه ببخشید سلامتی جم. نه آقا بسم الله. واش خوبی دایی. وای بو نکن بخور بره. چه کوسی. بابا چربه دهنتون رو سرویس حاجی. خب این چیه از آقای محمد رضا؟ بریم چیه که برو بریم حاجی. دیگه نمیخندم به خدا. میدونم اینو کی فرستاده آقای محمد رضا جان. کول باحاله. نه باحاله. آره تو فکر میخندم که دیگه خندم بگیری میخندم ولی باحاله. باحال بود. صدا سگر یه بار دیگه گوش بده. ناکن نه صدا سگر یه بار دیگه گوش بده. نه خب این چیه از آقای تتلو؟ باش من تو وایسا ببینم. من تو اوین بودم الان تتلو رو میخواستن اعدام کنن. یه دفعه 6 تا مامور رو این خنده حساب نیست دیگه. یه چیز معقولی بود که ما ویدیو رو دیدیم و آره همین داره همین حد بس حاجی. این اصلا روغن زیتون حالمو بد کرد جدی. خب ببینیم
آها عرضه چی فرستاده؟ حالا خوبه اولشه، برو بریم. آره از اینجا به پایین برای منه، برو بریم. با این پکیج افزایش ساز میتونی تو شورتت یه برج خلیفه برای خودت بسازی دیگه. حتی با کرگدن هم میتونی رابطه جنسی داشته باشی. کاسه مادرتو قاچ میکنن، کلتو فرود میکنن، مادر کاسه تو دیوار، نه تو خاک کاسه تو سیمان، هی خاک کاسه باشه. با این پکیج افزایش ساز میتونی تو شورتت خفه شما عرض فقط. خفه شو. نه خندیدی خدایی؟ نه بچه این واقعا خوشو نگه داشته. بارسلونا توی یه جام قهرمان میشه، برادر کوچیک یامال تو جشن قهرمانی. خیلی بیشوری آقا. از این به بعد 3 تا ویدیو برای معارضه رو می‌بینیم، 3 تا برای امیر. اوکی الان میریم بعد سومی برای معارضه. اوکی بیا تو باترفلای دوست داری اینو نها کن ناموسن. باترفلای خوشت میاد اینو نها کن. فقط کامنت ها بال بود، بال بود. معارضه ضعیف شدی داداش، ویدیوهات ضعیف شده. نره خب بریم برای آقا امیر. باش. نه معارضه گوه خورم داداش، ایمی نداره. خب بریم بالا. امیر بالا چیز تکنیکی فرستاده بود، ببینیم چیا داری آقا امیر. اینو دوست دارم که ببینم، نمیدونم چرا دوست دارم که اینو ببینم. آره رابرت شبیه داشاقه. خفش قوی بود خدایی، خیلی قوی بود. بعدی خیلی قوی بود. نمیخوام با اون دعوا کنم. نه دعوا نداشته باشه. اوه یه چیزی خیلی بده. دعوا رو یکی دیگه از آقا امیر. من دیشب نهار پیتزا خوردم. به نازنین خواهیه هم کسکش خونه ما در شوهرم دعوت شدم. بکیرم الان من چیکار کنم؟ خانم یه چیزی بگم بهتون، من یه عینک گرد خریدم. دهنت سرویس امیر. بابا میدونی من به میخندم، خیلی بیشوری، به نازنین خواهیه ها واقعا بیشوری امیر. بابا من به میخندم، اصلا نمیدونم، اصلا این میمه آجی خیلی خوب. داداشم امیر، من میدونستی از بچگی تو رو دوست داشتم امیر، یعنی به دنیا نیومده بودم تو رو دوست داشتم، اصلا تو موز بودم تو رو دوست داشتم آقا امیر. آره چجوری؟ نه نه حالا دوست داشتم دیگه. حالا بگو عزیزم بگو، عیبی نداره، میتونی گوجه ببخشی. داری هزینه؟ گوجه داری؟ آره خب چیکارش کنم؟ بکنمش توش برام بیارم؟ نمک هم که پیش. آره آقا نمک اینجا هست. نمک هم آره نمک هست. خب نه امیر من اون کارو نمیکنم ها. میخوام یه گوجه رو خفه شو انجام میدی. خوب انجام میدی. خب چیکار کنم؟ نصف میکنی گوجه رو، کل نمک رو خالی میکنی، کل نمک رو گوجه خالی میکنی میخوری. حال میده که. برو اسکل برو گوجه بیار نمک بزن بخور، خیلی حال میده. بریم گوجه بیاریم. آقا امیر ما نمکمون کمه، ناکو اینقدر اینقدر من نمیدونم فایده نداره. برو نمک نداریم. برو نمک نداریم. بابا همش داره توش میکنه میگه فلفل. آقا جدی زیاده حاجی ناموسر، نگاه کن این همین خیلیه امیر، به ابوالفضل خیلیه این. همشم راست میگه. نگاه کن ناموسر. آقا بچه‌ها نگاه کن این نمک زیاده به ابوالفضل. الان روغنم خوردم اینجا چرب هستن، چرب شدم. آره همینو میریزم. همینو میریزم و درش وا نمیشه. از یکی که در رفتی آقا رضا، از یکی در رفتی. در چیه؟ من در نمیرم داداش، میگم نداریم نمک. نداریم. نه فلفل جدی گیر نیاوردم، جدی گیر نیاوردم. آقا جدی گیر نیاوردم. اول گوجه رو
آقا این گوجه ناکن نصفش کردم. از اینجوری گوجه کم بخور. بابا گفتی نصف گوجه رو شما میل بفرما. من چیزی گفتم؟ چرا ناکنید امیر بسشه باجی بسشه. آقا یه تک برم دیگه، یه تک بذار برم. بچه تیکو هم از دید نه دید لب بگیر ازش تیکو بخور بره دیگه. آقا یه تک میریم. سلامتی جمع. نه ولش بسم الله. برو بذار 3 2 1 بگم برو. بگو 3 2 1. بابا باریکل نگاه کن اشکم در اومد. خیلی بیشوری امیر. دیدی؟ خب دیدم اینو. نه یه دیدی. چی آخرش چیکار کرد گربه اون سیاهه؟ داره میخنده. برو گم شو خندید آجی. نه نخندیدم بابا نخندیدم آقا نداریم نخندیدم آقا بیا ثابت کن من که نخندیدم. من معرضه همین الان گوجه خوردم. همین الان مجازات شدم داداش. همین الان مجازات. من میگم یه چی بخور. نه اونم نه نمیشه تو ویدیو. نمیتونیم آقا بذار من بگم. نمیشه امیر اینجا داشتش. ببین یه بالش داری که یه بالش که تو خونه تو هستی. آره اتفاقا رو تختم هست. آره بالش تو داریم. فکر کن با این توی رابطه عاطفی هستی و پلوش 10 ثانیه باهاش یه دونه چیز داشته باش. وای یه صحبت عاشقانه داشته باش. دهنت سرویس. بذار بیارم. سلام عزیزم قربون چشات برم. خوشگل من ناز بشی تو نشستی رو پام. آره میدونم منم دوست دارم. سکسی من. آره بغل بده به دوست دارم عزیزم. خوشگل من بوس بدم. دهنه تو سریس آقا اینم از این قبول داری دیگه. 2 تا دیگه از آقای معرضا میتونیم ببینیم. این چیه الان؟ ببینیم. اینو که دیدیم از آقای مامرزا دیدیم اینو. اینو ببین این کلش رویالر ببین. این کلش رویالر رو بگیم. بودو اوکی. این آره مطمئنم میخندی. خفش مارزا خفش. میبینیم برای 3 تا ویدیو امیر. اینم ببین دیگه. نه آقا بذار 3 تا ویدیو امیر میایم پایین میبینیم دوباره. آقا امیر خیلی زحمت کشیده حقش پای ما میشه. کی داره بهت فکر میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صداش وایسا. برات الان ردگون کنم تو شدی بد بی من بد بوی شدم آدم اضاف کم یادم بود کلی شب صبح شدن. این میمه گریه خیلی باله. بعدی حاجی عاشق میم گریم. خانم اجازه جانم میتوانند بخوابند درست یا میتوانید بخوابید؟ میتوانین بخوابید تو روحتون. بابا باریکل. خانم اجازه جانم میتوانند بخوابند درست یا میتوانید بخوابید؟ بابا باریکل. میریم برای ویدیو بعدی آقا امیر. ببینیم این چیه.
سه تا زارا شده قیمت با احترام 11 میلیون تومان. با احترام 11 میلیون. احترام اسم مادرته. آقا من کاری ندارم به مادر یارو فوش دادی کار بدی کردی، ولی لامصب خیلی سم بود کامنتت، دلم نیومد نذارم. اینم تموم شد. میریم برای آقای ماهرزا جان که 3 تا ویدیو رو ببینیم. نمیدونم این چیه. رضا چی؟ واقعا قشنگ میخونه، گوش کن قشنگ. بنده خدا ناراضی از اینکه اینجاست، نمیدونم چرا. ته ایموشناله یارو ها، ناکن احساسات تو صورتش داری میبینی. گفته بودی دیل نکن، عاشق و دلگیر نکن، گفته بودی زود بیا، لحظه مودو بیا. منم یار شیرین، منم یار بالاس، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دل باز. منم اون یار شیرین، منم آجی به دوربین دقت کن. واسه ببین باز فوش بده نزدیک. قوی بود، جدی قوی بود مارزو. این داره میخنده. نه این داره میخنده آقا. نه نه آره این نه. نه امیر نخندید. امیر تا قشنگ پاره شد. اگه امیر بگه من خندیدم باشه قبوله، من مجازات میشم. آقا امیر جان خندیدم یا نه؟ جدی خندیدم آقا امیر، جدی بی شوخی. جدی خندید بابا، پاره. بی شوخی آقا، بی شوخی خندیدم. آقا رضا خودت چه بلایی برای من میآوردی؟ نه ببین اینجا ویدیویه که ما باید عدالت رو رعایت کنیم. اصلا قانون این ویدیو اینه، عدالت حرف اول میزنه تو این ویدیو. آره فقط اینجا تنها جاییه که عدالت وجود نداره، برابری وجود داره. برادری وجود داره داداش بیشتر. خب بگو آقا، بگو. عیبی نداره، بگو. ببین تا آخر ویدیو و اوترو تو بعد با یه روسری بگیری و با صدای دخترونه اوترو رو اینا رو بگیری. برو بگیر دیگه خدایی واسه مجازات ها. ما روسری نداریم. روسری نیست خونمون اصلا داداش. نه آها شورت با کلت. نه اوکی باش باید برم بیارم. وایسی تا برم روسری بیارم. بابا سلام عزیز دلم. دخترا کن. رضوان هستم و اینکه جانم عزیزم ببخشید نمیشنوم. من رضوانه وایسا روسری میخوره. رضوانه نداریم، رضوانه دیگه. خب بچه گل توی خونه، بنده رضوان هستم و اینکه خوش اومدید به ویدیو جدید. قرار بریم 2 تا ویدیو دیگه ببینیم. 2 تا دیگه ببینیم، ما بیشتر نمیبینیم. من نمیخندم دیگه. آقا ساعتو سلام نکن. من نمیخندم. فکر کنم اینا استریپر شدن بیشتر تا رقاص. دوستان از خب بچه ها بهم اخطار دادن که باید صدام زنونه باشه. بریم ببینیم که این چیه. آخریه مطمئنم میخنده آجی. این چه کو آی حاجی در گرفت جدی گونم. در گرفت گونم. خب میریم بعدی. خندید نه توش نکن نه بابا در سرویس زنمون کرده توی ویدیو. نمیدونم اشوه رفتیم با متکان، نمیدونم گوجه خوردم با همه نمک روغن زیتون پیکی رفتم بالا. بابا گایده. آخرین ویدیو کدومو بزنم عزیزم؟ بالایی یا یکی انتخاب کن. برای منو دیگه همشو ببین. پیشین جاسمه
یه دونه این کابلا HDMI های چرا چرت و پرت میگه؟ HDMI ها چیه؟ میگن که یکی از این کابلای HDMI هست. از اونا بودیش؟ رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا HDMI های نمیخندم. من نمیخندم. هم های من بد میام. ها اینو داداشون شما خیلی قدیمیه. چه قیمته؟ کس توشه؟ قدیمیه با رضا. سازمه 26 تیر بره توپ کونه 26 نفر از خانواده 26 تیر توپ کونه 26 نفر از خانواده. اما این یارو رو من خیلی بهش میخندم. 26 آقا امیر چیکارش کنیم؟ امیر چیکارش این دفعه با فکر می‌کنم امیر. یه دقیقه وایسا 3 تا ویدیو تموم شده. من میتونم 3 تا ویدیو تموم شده. من میتونم این کیریو عروسرم بردارم. اصلا گفتم تا آخر ویدیو. بابا گرممه بی تو سردمه. گرممه. آقا دیگه مجازات آخره دیگه. شما دوتا هرچی دوست داشتید بگید. اتفاقا چون آخریه باید بسوزه قطعا. نه بسوزه بابا آخه یزیدا عزیز دل من قربون چشاتون برم من. آها فهمیدم امیر بگم رضا این چیزا هستن، این مربیای باشگاه زنانه هستن اسکات میزن میگن 1 2 خانوما اینجوری اونجوری. نه شما وقتی میخواد کافه اول اینجوری کنید. خب قنبل بکنید. من اینجوری 1 2 3 بستونه خانم گل تو خونه دیگه. آبرومون رفت توی ویدیو. خار شدیم، ذلیل شدیم، اسکات رفتیم. تو رو خدا نه یه دونه از امیر یه دونه از من. مال امیر اول ببین. اینو دیدم اینجوری کرد. نخند واقعا سعی کن بخندی رضا. آره نکن تا تنها کن. واو یا فاجا نکن. شنو نود شنو هلا اتفقنا كذا حيوانات اشياء. Hi guys. شنو هلا دیدی قیافش پوکر میشه؟ نکن اینجا نکن. اوی فکم درد میکنه. وای آقا تموم شد دیگه. قبول داری؟ دیگه تموم شد دیگه. خداحافظ دیگه. دهنمون وارد شد. مرسی بچه از اینکه ویدیو من رو تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و با بچه ها آقای محمد رضا و آقای امیر که من اصلا نمیشناسمشون و غریبه هستن ویدیو رو به اتمام برسونیم و اینکه ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بچه‌ها برای خداحافظی اگر چیزی دارید بگویید. آقا تشکر میکنم از آقا رضا و آقا امیر. قربان شما. سلامت باشید. چاکر شما. نوکرتم. آقا امیر شما چی برادر؟ حرفی دارید برای گفتن؟ امیر خداحافظ. ممنون که نگاه کردید. بدرود.